اغفر ذنوبي يا غفور، اغفر ذنوبي يا غفور، اغفر ذنوبي يا غفور. از شوق و ذوق آیه ها دیشب نشستم گوشه ای، اشکم چکید برگونم یا رب ندارم توشه ای. دوستان نازنین، قسمی که شما در تصویر می‌بینید از طرف بنیاد خیریه امید حیاتمو کمک‌های اولیه که به این مکتب مساعده صورت گرفته بود، همین دیگه ما استفاده میکنیم و تقدیم از اینا میکنیم که تا باشه این طفلای نازنینی که در این مکتب درس میخوانند و از همین موادهای اولیه استفاده خوب بکنن. خب ما را همراهی بکنین و موادهای کمک‌های اولیه که از طرف بنیاد خیریه امید حیات به این مکتب صورت گرفته امور تقدیم شد. ما را همراهی بکنین. يا غفور، اغفر ذنوبي يا غفور. شرمنده ام یا رب بخش، قلب و دلم تیره شده، بر باب رحمت ای خدا چشمان من خیره شده، در دام شیطان و هواس افتادم و غافل شدم، در اوج عصیان و گناه از یاد تو غافل شدم. اغفر ذنوبی یا غفور، اغفر ذنوبی یا غفور، اغفر ذنوبی یا غفور، اغفر ذنوبی یا غفور. غرق گناه بودم ولی امشب به سویت آمدم، اغفر ذنوبی یا غفور، با آیه هایت آمدم. گفتم که من تنها شدم، گفتی که من هستم قریب از رحمتت. دوستان نازنین باز هم خوش آمدین. قسمی که شما در تصویر دیدین که از طرف بنیاد خیریه امید حیات امی کمک که به لیسه علامه قاری نیک محمد خان صورت گرفته و پای سیروم همچنان و چپرکت و همچنان رجوعی ازی اسفنج ازی و در پالی ازی امی میزه که البته است و امی دو چوکی و همچنان چند چیزی که من اگر نمیفهم دوستان من دیگه با مزد به خاطر ازی که دیگه در چیزای توابط دیگه پا دیگه قدر مام سر و خلاص نیست، ولی چیزایی که دیدیم بعضی اوقات انسان مریض میشه پیش دکتر میره حتما میگه که فشار میبین این خو یک پوزیس ما شما میفهمین که عالی فشار است و همچنان این توشک برقی است که من این توشک برقی را نامش شنیده بودم، البته توشک طبی، توشک برقی توشک طبی است و همچنان یک بایک که از کمک‌های مواد اولیه است تماما البته مو چیزایی که در این بکس نیاز است و خودتون در تصویر دیدین که از قیچی گرفته و تا نمیفهم صابون دیتول و نمیفهم بعضی دواوی گپا دیگه کلش مستقیم دیگه فکر بکنم که اما تو یک جای خریده میشه دیگه مدیر صاحب و در خریداری گپای دیگه چون من خودم نبودم و من خواستم که کمک بر شما توضیحات بدم و این گپا را و می تمام مسائل ازی که خریداری میشه با بخش مالی ما معلوم است که چی چیزا گرفتن و من خواستم که در تصویر بر شما بگم که همین کمک که از طرف بنیاد خیریه امید حیات با این مکتب که صورت گرفته بود خواستم که مفصل بر شما معرفی بگیرم. این بود برنامه مهربانی و همچنان یک چیز دیگر بر شما دوستا باید بگم که در این مکتب در کل استادایی که میخواستن همراه ما حرف بزنن چون شرایط شما خود میفهمین دیگه با ما اساس نمیشد که ما همراه از اونها صحبت بکنیم و برگ سبز توفیق درویش همون کمک که از طرف بنیاد خیریه امید حیات که صورت گرفته بود همین ما تقدیمشان میکنیم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار. بزود با همچنان سابسکرایب دکمه زنگوله یادتان را ما را حمایت بکنید، نظریات پیشنهادات انتقاداتتان جهت بهبود برنامه بر شما کامنت بدین و ما قسمی که شما میخواین رقم برنامه را تقدیم شما میکنیم. خدا نگهدار. بدرود.